برادران عزیز، امروز هم باشد صحبت ما درباره جواب اون سوال هایی هست که برادرها فرستاده اند. ان شاء الله که به مدد و توفیق الهی ان شاء الله کمی هم باشد امروز جواب اون سوال ها را میگردانیم. خب، سوال دیگر برادر عزیز پرسیده است که بعد از نماز آیت الکرسی میخوانیم چی فایده دارد؟ در این موضوع ما صحبت هم داشتیم و الله اعلم در جمعه ها بود. خواندن آیت الکرسی در فضیلت و فایدهش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قرأ آیت الکرسی دبور کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت. تن هر شخصیتی که از قفای نمازهای فرضش آیت الکرسی را بخوانه، یگان چیز این شخصیت از داخل شدن جنت معنی کرده نمیتونه. یگان چیز نمیتونه که ای را از جنت در آمدن معنیش بداره، گفتن مگر مرگ، مردن معنیش کرده. همین که جان از بدنش بیرون شد اون شخصیت داخل جنت میشه. یعنی که فضیلت خواندن آیت الکرسی، بعضی دوستای خدا یک مثال میارن، میگن انسانی که آیت الکرسی بعد از نمازش خوان مثل همین است که یک پای او در درون جنت است، یک پاش در داخل جنت است. همین که جان از بدنش بیرون شد یعنی که داخل آیت الکرسی بهترین آیت های قرآن است. در آیت الکرسی 18 جا ذکر یاد خدا آمده است، چی اشارتا باشه چی صراحتا. 18 جا در یگان آیت این قدر زیاد یعنی وصف خداوند، یاد خداوند، ذکر خداوند آمدگی نیست. به همین خاطر در روایت ها آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که بهترین آیت های قرآن این آیت الکرسی است. آیت الکرسی در غیر بعد نماز، در شب خواندنش پیش از خواب، بعضی روایت ها گفتن هر انسانی که پیش از خواب بخوانش خداوند او را از ضرر جن ها و شیطان امینش می‌داره، نگهش می‌داره. روز بخوانش این چنین یعنی فضیلت زیاد داره در خواندنش. به همین خاطر چی در روز باشه چی در شب باشه حرکت کنه که خواندن آیت الکرسی برادر عزیز وظیفه کنه. بعد از نماز گفتم این برادر پرسیده است که بعد از نماز میخوانیم چی فایده داره؟ فایدهش همین است که سبب داخل شدن جنت انسان میشه. جناب پیامبر گفتن کسی که بعد نماز خواندش هیچ یگان چیز او را از داخل شدن جنت معنی کرده نمیتونه. یعنی که ان شاء الله رب العالمین بعد از مرگ به سبب فضیلت این آیت بزرگ داخل جنت میشه. یک برادر عزیز پرسیده است که سوره های نماز را به دل خوانی درست است؟ یعنی که در حالت نماز وقتی نماز میخوانی به زبان نه بلکه اون سوره ها را به دل بخوانی درست است؟ برادر عزیز، به دل خواندن درست نیست. هر شخصیتی که اگر سوره هاش به دلش بخونه نمازش درست نمیشود، چون که خواندن این خودش به زبان است. خواندن یعنی سوره هایی که در نماز است، نماز جهر باشه، فقها گفتن و ادنى الجهر اسماع غیره، خواندن جهر باید هم قدر بلندی باشه که غیری خودش کسی هست اونها بشنون. و ادنى المخافته اسماع نفسه، و خواندن نماز پست شنیدن نفس خود شخصیت است. یعنی انسان هم قدر بخونه هم قدر زبانش حرکتی بتیه که یعنی حرفا از زبان برآیند، خودش بدانه، خودش بفهمه که چی خوانده شده. یعنی با آهسته و پست بخونه که حتی زبانش حرکت نکنه، در این صورت هم نمازش درست نمیشه. چون که قرائت، خواندن آیت در نماز فرض است. در نمازها اکثر نمازها قرائت خودش فرض است. وقتی فرض که به جا نیاید نماز انسان درست نمیشه. در حالت تنها گذار باشه یا که انسان امام باشه در نمازهای پست، اگر زبانش حرکت نکرد، یعنی وقتی خواندن اگر به زبان یعنی نخوان آیت هاشه، نمازش درست نمیشه. یعنی خواندن به دل درست نیست. خب، برادر دیگری پرسیده آیا مفلس کدام شخص را گفته می شود؟ مفلس این لفظ عربی هست، مردم خودمان بیچاره می گویند. انسان مسکین، نادار، بیچاره، یا اینکه به یک لهجه با دغلی گوییم انسان بدبخت، یک انسانی که زندگی خوب نداره، حالت خوب نداره، این مفلس می گویند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روز به سوی اهل اصحاب خطاب کردند
اهل اصحاب پرسیدن گفتن اتدرون ما المفلس، گفتن آیا شما میدونید که مفلس کی هست؟ اون بیچاره و کمبغلی که ما امروز میگیم. جناب پیغمبر از اهل اصحاب پرسیدن گفتن آیا شما میدونید که بیچاره یعنی بدبخت کی هست؟ اهل اصحاب گفتن قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. گفتن مفلس یعنی انسان بیچاره در بین ما شخصیتی هست که دارندگی نداره، نه مال داره نه یعنی پول داره، دارندگی نداره، یک انسان کم بغلی نداره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که انما المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکات و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. پیغمبر بزرگوار گفتن مفلس های امتی من یعنی بیچاره ها و بدبخت های امتی من شخصیت هایی هستند که در روز قیامت به ثواب نماز، به ثواب روزه، به ثواب زکات به محضر پروردگار می روند. یعنی در صحرای قیامت عمل زیاد همراهش بردگی هستند. نماز خواندن در دنیا، روزه گرفتن در دنیا، زکاتشون ادا کردن در دنیا، اما کمبودی داشتن. کمبودیشو این بود که در حق بعض انسان ها خیانت کردن، حق بعض شخصیت ها را خوردن، بعضی ها را ضرب و لت کردن، آزار دادن، بعضی شخصیت ها را دشنام دادن. وقتی که یعنی در دنیا از بس زیاد از هر جانب خیانت کردن، هم دشنام دادن، هم حق خوردن، هم ضرب کردن، زدن، هم دشنام دادن، این دعواگرها در محضر پروردگار در نزد خداوند حاضر می شوند. حاضر می شوند، این ثوابهای نماز و روزه و حج زکات اونها تقسیم می کنند. گفتیم روز گذشته هم که در قیامت یعنی ضرب و طرح از ثواب و گناه است. ثواب ها را تقسیم میکنن، ثواب نمازش بود میشود، ثواب روزش بود میشود، ثواب یعنی زکاتش بود میشود. باز حق مردم در بالای این شخصیت ماندگی هست، حق مردم ادا نشده است. بعد از اون خداوند امر میکرده است از گناه های اون مردم در بالای این شخصیت بار میکردن. به اندازه حقی که داشت از گناه های اون مردم در بالای این شخصیت بار میکردن، تا اینکه حتی که حق مردم از بالاش خلاص می شود و خداوند حکم میکرده این شخصیت می بردن در درون دوزخ می انداختن. گفته از پیغمبر بزرگوار گفتن که یعنی مفلس و بدبختی امتی من شخصیتی هست که امروز در دنیا خیانت زیاد کرده است. و تعبیر مولانا میگه حقی مردم دیهد لذت بکامت، گلوگیر است در روز قیامت. امروز لذت داره، امروز راحت میکنی، پولی به دردی میان میگن بعضی ها، اما در قیامت از گلود میگیره. در قیامت خیلی سختگیر است. در بعضی از روایت ها میگذرد که در زمان حضرت موسی علیه السلام شخصیتی بود و بسیار کمبغل و نادار بود. عادتی هر روزش از صحرا میرفت، میگه هیزم جمع میکرد، می آورد در بازار هیزم می فروخت، همون پولی هیزمش یک روزه نان میگرفت و به خانهش می آورد. تماما نادار بود، هیچ چیزی در خانهش نداشت. روزی میگه این هیزمش آورد فروخت در بازار آورد فروخت. بعد از اون میگه او شخصیتی که هیزمش خریده بود با سومی زیادتیش داد، گو همین هیزم ها را به خانه من میبری، به خانه من، یعنی اجاره پولی که تا خانهش بردنم پولی زیادتیش داد، میبری. گفت این شخصیت میگه به گردن گرفت پولا، هیزم ها در پشتش در راه وقتی به سوی خانه این شخص می آمد، در بین راه میگه از همون هیزم ها دستش دراز کرد، یک خس کن میگه و بین دنداناش پاکیزه کرد و خس در زمین انداخت. به خاطر همی که یک خسی او شخصیت گرفت دندان پاکیزه کرد در زمین انداخت، خداوند میگه 70 سال عذابش کرد. 70 سال پروردگار عذابش کرد. به چی خاطر؟ حق بنده من خیانت کرد. یک خس، برای یک خس خداوند میگه مؤاخذش کرد، سختگیریش کرد.
به همین خاطر حق مردم در روز قیامت این بسیار گلوگیر است. اگر خصم باشه امروز در نظر ما نمی نماید، ما در نظر نمیگیم چه میگیم یک خص است، یک چیزی اندک است، اما در روز قیامت جوابش کلام است. 500 سال یعنی 500 سال قیامت خداوند معن میکرده صاحب حق میگفته اینها را اینجا بگذاره، اینها پرسیده میشوند، اینها باید جواب بگن. خداوند حق خودش میبخشیده اما حق بنده هاش نمیبخشیده. یعنی مفلس، بیچاره و بدبخت، کمبغل و نادار از امت اسلام شخصیتی بوده است که امروز حق مردم خیانت میکرد، حق مردم آزار میداده. برادرای عزیز بزرگوار، خودتون نگاه کنید از مردم آزاری، زبانها را نگاه بدارید. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بهترین مسلمان کیه؟ کدام شخصیت است؟ جناب پیغمبر گفتن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن مسلمان حقیقی شخصیتی است که مردم از زبان از دستش سلامت بمانند، با زبانش مردم آزار نتیه، با دستش مردم آزار نتیه، یعنی که فایده بخشنده باشه. روایت دیگر جناب پیامبر میگه خیر الناس من ينفع الناس، میگه بهترین مردم شخصیتی است که فایده رسان مردم باشه، نیکوکار در مردم، در جامعه، در خلق خدا خدمتگار باشه. و همین خاطر ما حرکت کنیم که این عملهایی که میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، زکات میدهیم، به سبب حق مردم اینها را بیکار نکنیم. نشابد صحرای قیامت برویم، یعنی با کوهی ثواب و با ثواب نماز و روزه و حج و زکات در روز قیامت دست خالی بمانیم. از جمله پناه به خدا که از جمله مفلسان نگردیم. مفلس برادر عزیز گفتیم شخصیتی که یعنی که بیچاره و کمبغل و نادار است.